سلام به شما عزیزان. در خدمتتون هستم با قسمت جدیدی از کتاب ایکیگای با عنوان درس‌هایی از ژاپنی‌هایی که بیش از 100 سال عمر کردند. همچنین عادات و گفتارهای حکیمانه برای زندگی طولانی و شاد. برای رسیدن به اوگیمی باید حدود 3 ساعت از توکیو به ناها مرکز اوکیناوا را با هواپیما پرواز می‌کردیم. چند ماه قبل با شورای شهر جایی به نام روستای طول عمر تماس گرفتیم و هدف سفرمان را برایشان توضیح دادیم. به آنها گفتیم که قصد داریم با مسن‌ترین افراد مقیم آن منطقه مصاحبه کنیم. پس از گفتگوهای بسیار بالاخره توانستیم افرادی را پیدا کنیم تا به ما کمک کنند و خانه‌ای بیرون شهر برایمان اجاره کنند. 1 سال پس از شروع این پروژه پشت در منازل برخی از مسن‌ترین افراد جهان بودیم. درست همان لحظه حس کردیم که زمان در آنجا متوقف شده است. مثل اینکه تمام شهر در حالا و همینجا تا ابد زندگی می‌کند. رسیدن به اوگیمی. پس از 2 ساعت رانندگی در جاده از ناها به اوگیمی سرانجام توانستیم از نگرانی درباره ترافیک نجات پیدا کنیم. سمت چپ جاده دریا و ساحلی طولانی و خالی و سمت راستمان کوههای جنگلی اوکیناوا، درختهای انبوه یانبارو قرار دارد. مسیر 58 از شهر تاگو می‌گذرد که نوشیدنی بسیار محبوب و معروف اوریون افتخار اوکیناوا آنجا تولید می‌شود. هر از گاهی چند خانه و دکان کوچک در زمین‌های باریک بین جاده و کوهپایه نمایان می‌شود. تعدادی از خانه‌های پراکنده کوچک را پشت سر می‌گذاریم و به شهرداری اوگیمی می‌رسیم. اصلا به نظر نمی‌رسد که شهری آنجا وجود داشته باشد. سرانجام می‌توانیم با کمک مسیریاب مقصدمان را پیدا کنیم. ساختمان بلوکی بدنما درست در کنار بزرگراه، مرکزی برای حمایت و ایجاد رفاه و آسایش افراد. از در پشتی وارد ساختمان می‌شویم. آقای تایرا آنجا منتظرمان است. کنار او زنی ریزاندام و خوشرو قرار دارد که خودش را یوکی معرفی می‌کند. بلافاصله 2 خانم دیگر از پشت میز بلند می‌شوند و اتاق کنفرانس را نشانمان می‌دهند. برای من چای سبز و شیکواسا می‌آورند. شیکواسا از مرکبات بسیار مغذی است که در ادامه درباره‌اش توضیح خواهیم داد. تایرا که لباس رسمی بر تن دارد روبروی ما می‌نشیند. نقشه‌ای بزرگ و کلاسوری 3 حلقه را باز می‌کند. یوکی کنارش می‌نشیند. کلاسور حاوی لیست افراد مقیم آنجاست که به ترتیب سن و انجمن یا موای مرتب شده است. تایرا به ما خاطر نشان می‌کند که از ویژگی‌های اوگیمی این است که این انجمن‌ها برای یک هدف خاص تشکیل نشده‌اند. آنها همواره به کمک یکدیگر می‌شتابند و در واقع بیشتر مانند یک خانواده عمل می‌کنند. همچنین تایرا می‌گوید که در اوگیمی کار داوطلبانه رایج‌تر از کار با دستمزد است. همه پیشنهاد می‌دهند که با سعی و جدیت تمام کار خواهند کرد و دولت محلی بر تقسیم کار نظارت می‌کند. به این ترتیب همه می‌توانند مؤثر واقع شوند و احساس کنند که به یک جمع تعلق دارند. اوگیمی آخرین شهر مانده به آخر کپدو، شمالی ترین نقطه از بزرگترین جزیره مجمع الجزایر است. از قله یکی از کوههای اوگیمی می توانیم تمام شهر را در پایین ببینیم. تقریباً همه چیز سبز بود. سبزی جنگل یانبارو ما را شگفت‌زده کرده بود. تقریباً 3200 نفر مقیم اوگیمی از دید دیگران پنهان بودند. تنها تعداد کمی از خانه‌های پراکنده نزدیک دریا یا در دره و کنار جاده دیده می‌شدند. زندگی اشتراکی. برای صرف غذا به یکی از معدود رستوران‌های اوگیمی دعوت شدیم. زمانی که به آنجا رسیدیم متوجه شدیم که هر 3 میز رستوران از قبل رزرو شدند. یوکی در راه بازگشت به سمت ماشین میگوید نگران نباشید، به چوراومی خواهیم رفت. آنجا همیشه جای خالی پیدا می شود. او در 88 سالگی هنوز رانندگی می کند و به همین دلیل هم به خودش افتخار می کند. کمک راننده او 99 ساله است و قصد دارد سراسر روز را با ما بگذراند. ما باید در اتوبانی که بیشتر خاکی است تا آسفالت تند برانیم تا از آنها عقب نمانیم. سرانجام به پایان آن سمت جنگل می رسیم. بالاخره می توانیم بنشینیم و چیزی بخوریم.
وقتی داشتم می‌نشستم یوکی گفت راستش من خیلی رستوران نمی‌روم. بیشتر چیزهایی که می‌خورم از سبزیجات باغچه خودم است. ماهی را هم از دوست همیشگیم تاناکا می‌خرم. رستوران درست در کنار دریا واقع شده است و به سیاره تاتوئاین از جنگ ستارگان شباهت دارد. در منوی رستوران لغت‌هایی با فونت درشت خودنمایی می‌کنند. اینجا غذا آهسته سرو می‌شود و از سبزیجات طبیعی همین شهر تهیه شده است. یوکی میگوید واقعاً؟ و در ادامه میگوید غذا کم اهمیت ترین چیز است. او زنی درونگرا و بسیار زیباست و دوست دارد درباره نقش خودش به عنوان مدیر چندین تشکل تحت نظارت دولت محلی صحبت کند، در حالی که لبانش را برای گاز زدن به شیرینی کوچکی که پیش از غذا آوردند باز می‌کند و میگوید غذا کمکی به افزایش طول عمر شما نمی‌کند. راز طول عمر خندیدن و داشتن اوقات خوش است. در اوگیمی کافه و بار وجود ندارد. در این شهر تنها چند رستوران هست، اما افرادی که آنجا زندگی می کنند از زندگی اجتماعی قدرتمندی که در مراکز جمعی وجود دارد لذت می برند. شهر به 17 محله تقسیم شده است و هر محله یک رئیس و چند عضو دارد که مسئول کارهایی نظیر کارهای فرهنگی، برگزاری جشن‌ها و مراسم، فعالیت‌های جمعی و طول عمرند. شهروندان توجه ویژه‌ای به آخرین مورد یعنی طول عمر دارند. ما به یکی از مراکز اجتماعات محلی دعوت شدیم. خانه قدیمی که درست نزدیک یکی از کوههای جنگل یانبارو قرار دارد. خانه باناگایا نمادی است که به شهر روح می‌بخشد. ارواح بانگایا در جنگل یانبارو. بانگایا موجوداتی جادویی هستند که در جنگل‌های یانبارو سکنا دارند و نزدیک اوگیمی و دور و بر شهرها هستند. آنها به شکل بچه‌هایی با موهای قرمز بلندند و دوست دارند میان جنگل گاجومارو پنهان شوند و در ساحل ماهی می‌گیرند. بسیاری از داستان‌ها و حکایت‌های اوکیناوا درباره روح بانگایاست. آنها موذی، بازیگوش و دمدمی‌اند. بومیان میگویند که بانگایاها عاشق کوهستان، رودخانه، دریا، درختان، زمین، باد و حیواناتند. اگر شما بخواهید با آنها دوست شوید، باید نشان دهید که به طبیعت احترام می‌گذارید. جشن تولد. وقتی به مراکز اجتماعات محلی رسیدیم، با استقبال گروهی 20 نفره روبرو شدیم که با افتخار میگفتند جوانترین فرد بین ما 83 ساله است. مصاحبه را دور میز بزرگی که چای سبز روی آن سرو می شود شروع می کنیم. وقتی مصاحبه تمام می شود با صحنه خاصی روبرو می شویم. تولد 3 نفر از اعضای گروه را جشن می گیریم. خانمی که 99 سالگیش را تمام کرده. دیگری 94 سال را پشت سر گذاشته و سومین نفر مرد جوانی که تازه 89 ساله می شد. چند ترانه محبوب دهکده را می خوانیم. آوازخوانی را با آهنگ تولدت مبارک به زبان انگلیسی به پایان می بریم. خانمی که 99 سالش تمام شده است شمع‌ها را فوت می کند و از همه برای حضورشان در جشن تولد تشکر می کند. سپس کیک خانگی شکوآسا می خوریم و با رقص و جشن مهمانی به پایان می رسد. گویی تولد فردی 20 ساله است. این اولین جشن بود، اما بیشک طی یک هفته اقامتمان در دهکده آخرین جشن نخواهد بود. با گروهی از مسن‌ترها که بهتر آواز می‌خواندند کاراوکه خواندیم و جشنی سنتی را با گروه‌های محلی همراه با رقصنده و غذاهای محلی کوهستان برگزار کردیم. هر روز با هم جشن بگیریم. به نظر می‌رسد که برگزاری جشن بخشی از زندگی مردمان اوگیمی است. سپس به تماشای بازی گیتبال می‌پردازیم که یکی از رایج‌ترین ورزش‌های ساکنان اوگیمی است. این بازی با راکت‌هایی به شکل پت که با آن به توپ ضربه می‌زنند انجام می‌شود. چون ورزشی سبک است، می‌توان آن را در هر جایی انجام داد. این سرگرمی بهانه خوبی برای بیرون رفتن و در جمع بودن است. ساکنان منطقه مسابقه‌های محلی برگزار می‌کنند و هیچ محدودیت سنی برای شرکت کنندگان وجود ندارد. ما در بازی هفتگی شرکت می‌کنیم و مسابقه را به زنی 120 ساله می‌بازیم. همه تشویق می‌کنند. چهره شکست خورده‌مان خنده‌دار شده است. علاوه بر جشن و بازی‌های گروهی، معنویات نیز برای شادمانی ساکنان بسیار ضرورت دارد. خدایان اوکیناوا.
مذهب اصلی اوکیناوا ریوکو شینتو است. ریوکو نام اصلی مجمع الجزایر اوکیناواست و شینتو یعنی راه خدایان. ریوکو شینتو نشانه ای از تائوئیسم چینی است. کنفوسیونیسم، آیین بودا و شینتوئیسم با اصول شومنیستیک و انیمیستیک است. طبق این باور باستانی دنیا از ارواح بسیاری تشکیل شده است که به اشکال گوناگونی وجود دارند. روح خانه‌ها، روح جنگل‌ها، روح درختان و روح کوه‌ها. بسیار اهمیت دارد که این ارواح را در مراسم و جشن‌ها و تسخیر زمین‌های مقدس خوشنود کنیم. اوکیناوا پر از جنگل‌ها و بیشه‌زارهای مقدس است که بسیاری از معبدها و به ویژه 2 معبد اصلی در آنجا قرار دارد. یوتاکی اوگانجو. اوگانجو یا کوچک معبدی روباز دارای تزئینات، بخورهای خوشبو و سکه است که نزدیک آبشار در اوگیمی قرار دارد. یوتاکی مجموعه‌ای از سنگ هاست. مردم به آنجا می روند و دعا می خوانند تا با دنیای روح‌ها ارتباط برقرار کنند. در مراسم مذهبی اوکیناوا زنان روحیه بالاتری نسبت به مردان دارند، در حالی که در مکتب شینتوئیسم در دیگر نقاط ژاپن عکس این موضوع صدق می‌کند. یوتا زنانی هستند که در انجمن به عنوان مدیوم برای برقراری ارتباط روحی از طریق سنت‌ها و آداب قدیمی انتخاب شدند. احترام به نیاکان یکی دیگر از آداب معنوی مهم در اوکیناوا و سراسر ژاپن است. خانه هر یک از متولدان نسل جدید حاوی بوتوستان یا محراب کوچکی است که به منظور دعا یا خواندن و خیرات دادن برای فامیل و اجداد به کار می‌روند. هرچه پیرتر قوی‌تر. وقتی به یاد روزهایی می‌افتم که در اوگیمی می‌گذراندیم، به یاد می‌آورم که بسیار فشرده اما با آرامش بود. درست مانند زندگی مردمان آنجا که همواره پرتلاشند اما در عین حال همه کارها را با آرامش انجام می‌دهند. آنها همواره در فکر ایکیگای خود هستند اما هرگز شتاب نمی‌کنند. نه تنها همیشه شاد به نظر می‌رسند بلکه همواره توجه دارند که اصول شاد زیستن را دنبال کنند. همچنان که واشنگتن برناب 200 سال قبل گفت مهمترین چیز برای شاد بودن در زندگی کاری برای انجام دادن، چیزی برای عشق ورزیدن و هدفی برای امیدوار بودن است. در آخرین روز اقامتمان برای خرید سوغات به دکان کوچکی در اطراف شهر رفتیم. تنها چیزی که می‌فروخت سبزی‌های محلی، چای سبز، عصاره شوکوآسا و بطری‌های آب از چشمه‌سارهای جنگل یامبارو بود که روی بطری‌ها نوشته‌ای با این عنوان بود: آب طول عمر. مابوئی. هر فرد دارای ذات یا مابوئی است. مابوئی روح و منبع زندگی ماست. این روح جاودان به ما می‌فهماند که فردی زنده هستیم. گاهی اوقات مابوئی شخصی که از دنیا رفته است در بدن فرد دیگری به دام افتاده است. این وضعیت به مراسم جداسازی نیاز دارد که مابوئی فرد مرده را آزاد کند. این اتفاق اغلب زمانی رخ می‌دهد که فردی ناگهان فوت کند، به ویژه در جوانی، و مابوئی او نخواهد وارد قلمرو مرگ شود. مابوئی همچنین می‌تواند با تماس‌های جسمانی از فردی به فردی دیگر انتقال یابد. مادربزرگی که نوه دختریش را ترک می‌کند با دادن حلقه‌ای به او بخشی از مابوئی‌اش را به او انتقال می‌دهد. ما برای خودمان چند بطری از آن آب‌ها خریدیم و در محوطه پارکینگ آن را نوشیدیم. از آنجا به منظره دریا نگاه می‌کردیم و امیدوار بودیم این بطری‌های کوچک که قول دادن اکسیر جادویی داشته باشند برای ما سلامتی و عمر طولانی به همراه بیاورند و کمک کنند تا ما بتوانیم ایکیگای خودمان را پیدا کنیم. سپس با مجسمه باناگایا عکس گرفتیم و نزدیکتر رفتیم تا بتوانیم کتیبه زیر آن را بخوانیم. مصاحبه ها. طی یک هفته اقامتمان توانستیم با 100 نفر مصاحبه کنیم و از مسن‌ترین افراد جامعه درباره فلسفه زندگی و ایکیگای آنها و راز طول عمر بپرسیم. تمام این گفتگوها را ثبت فیلم کردیم و نمونه‌های ویژه معنادار و الهام بخش را برای این بخش کتاب انتخاب کردیم. 1. نگران نباشید. راز طول عمر این است که نگران نباشید و قلبتان را جوان نگه دارید. نگذارید پیر شود. دریچه قلبتان را روی افرادی بگشایید که لبخند بر چهره دارند.
اگر لبخند بزنید و صحبت کنید، نوه‌ها و دیگران می‌خواهند شما را ببینند. بهترین راه برای جلوگیری از تنش، رفتن به خیابان و سلام کردن به دیگران است. من هر روز این کار را می‌کنم. بیرون از منزل می‌روم و می‌گویم سلام، به امید دیدار. سپس به خانه برمیگردم و به باغچه سبزیجاتم رسیدگی می‌کنم. بعد از ظهرها را هم با دوستانم می‌گذرانم. اینجا همه با هم کنار میاییم. ما سعی می‌کنیم برای یکدیگر مشکل ساز نباشیم. تنها موضوع ما گذراندن اوقات با یکدیگر و لذت بردن از معاشرت است. 2. عادتهای خوب را ترویج دهید. هر روز صبح ساعت 6 بیدار می‌شوم، پرده را کنار می‌کشم، به باغچه سبزیکاریم نگاه می‌کنم و لذت می‌برم. بلافاصله بیرون می‌روم و به گوجه فرنگی‌ها و ماندارین‌ها که نوعی از مرکبات شبیه به نارنگی است، رسیدگی می‌کنم. عاشق منظره آن هستم و باعث آرامشم می‌شود. پس از 1 ساعت پرسه زدن در باغچه به داخل منزل می‌روم و صبحانه‌ام را آماده می‌کنم. سبزیجات باغچه‌ام را خودم می‌کارم و خودم می‌پزم. این کار ایکیگای من است. شاهکلید هوشیاری در سنین بالا انگشتان شماست. از انگشتان تا مغز شما و از مغز تا انگشتان. اگر انگشتانتان را فعال نگه دارید، 100 سالگیتان را خواهید دید. من هر روز ساعت 4 صبح با صدای زنگ ساعتم از خواب برمیخیزم. 1 فنجان قهوه می نوشم و کمی ورزش می کنم. با این کار تمام انرژی لازم را در روز دارم. من از هر چیزی مقداری کمی می خورم. فکر می کنم راز من همین باشد. تنوع مواد غذایی را دوست دارم و به نظرم اینطوری طعم بهتری دارند. کار کردن. اگر کار نکنید بدنتان تحلیل می رود. زمانی که از خواب برمیخیزم به بوتسودان میروم و عود روشن میکنم. شما باید همیشه اجداد و نیاکان خود را به یاد داشته باشید. اولین کار روزانه‌ام همین است. هر روز صبح رأسه ساعتی مشخص از خواب برمیخیزم. صبح را در باغچه سبزیکاریم میگذرانم و هفته 1 بار همراه دوستانم آواز میخوانیم. هر روز ورزش میکنم و هر روز صبح کمی قدم میزنم. صبحایی که از خواب بیدار میشوم یادم نمیرود که ورزش تایسو انجام بدهم. خوردن سبزیجات به شما کمک میکند تا بیشتر عمر کنید. برای داشتن عمر طولانی 3 چیز لازم است: ورزش برای سالم ماندن، تغذیه خوب و معاشرت با دیگران. 3. هر روز سعی کنید رابطه با دوستانتان را بیشتر کنید. معاشرت با دوستان مهمترین ایکیگای من است. اینجا ما دور هم جمع می‌شویم و با هم صحبت می‌کنیم که بسیار مهم است. می‌دانم که فردا همه آنها را می‌بینم و این بهترین چیزی است که من در زندگی دوست دارم. اصلی ترین سرگرمیم در زندگی دیدار دوستان و همسایگان است. راز عمر طولانی من صحبت کردن با افرادی است که دوستشان دارم. به بچه‌هایی که در راه رفتن به مدرسه میگویم سلام، به امید دیدار، و برای آنهایی که با ماشین عبور میکنند دست تکان میدهم و میگویم به سلامت برویم. هر روز صبح از ساعت 7:20 تا 8:15 سر پا هستم و به مردم سلام میگویم. وقتی همه رفتن به خانه برمیگردم. گپ زدن و نوشیدن چای با همسایگان و آواز خواندن بهترین تفریحات من هستند. هر روز صبح ساعت 5 از خواب برمیخیزم. از خانه بیرون میروم و در ساحل قدم میزنم. سپس به منزل دوستانم میروم و با هم چای مینوشیم. این راز طول عمر من است. معاشرت با دیگران و رفتن از مکانی به مکان دیگر. 4. بدون شتاب زندگی کنید. راز من برای طول عمر این است که همیشه به خودم میگویم آرام باش. اگر عجله نکنی بیشتر عمر میکنی. من از چوب بید چیزهای مختلفی درست میکنم. این ایکیگای من است. اولین کار من پس از برخاستن از خواب دعا کردن است. سپس ورزش میکنم و صبحانه میخورم. ساعت 7 آرام شروع به کار با چوب میکنم. وقتی خسته شدم حدود 5 عصر به دیدن دوستانم میروم. هر روز کارهای متفاوتی انجام میدم. همیشه سرگرم کاری هستم، اما همه کارها را یک به یک و بدون شتاب زدگی انجام میدهم. راز طول عمر من زود خوابیدن و زود برخاستن است.
با آرامش در زندگی و لذت بردن از چیزهای کوچک و معاشرت با دوستان. بهار، تابستان، پاییز و زمستان. از همه فصلها با شادمانی لذت بردن. 5. خوشبین باشید. هر روز صبح به خودم میگویم امروز پر از سلامتی و انرژی است. تو هم امروز آن را کامل زندگی کن. 99 سالم است اما حس میکنم هنوز جوانم. حالا کار دارم. بخندید. خندیدن مهمترین کار است. هر کجا که میروم میخندم. میخواهم تا 100 سالگی زندگی کنم. البته خواهم کرد. انگیزه های بسیاری برای این کار دارم. رقصیدن و آواز خواندن با نوه‌ها بهترین چیز در زندگی است. احساس میکنم خیلی خوششانس بودم که اینجا به دنیا آمدم و به همین دلیل هر روز شکرگزاری میکنم. مهمترین چیز در اوگیمی داشتن لبخند بر چهره است. متقاضی شدم تا در این روستا که به من این همه محبت داده کار داوطلبانه انجام دهم. مثلا با ماشین دوستانم را به بیمارستان میرسانم. رازی وجود ندارد. فقط زندگی کنید. راهنمای زندگی در اوگیمی اینگونه است. 100% افرادی که با آن مصاحبه می‌کردیم سبزیکاری داشتند و بیشترشان چای انبه، شیکواسا و غیره می‌کارند. همه مردم در انجمن‌های محلی عضو بودند و در آن جمع که انگار خانوادهشان بود مراقب یکدیگر بودند. همیشه جشن می‌گیرند حتی برای چیزهای کوچک. موسیقی و آواز و رقص از ضروریات زندگی روزانه‌شان است. یک یا چند هدف مشخصی در زندگی دارند. آنها ایکیگای دارند اما آن را بیش از حد جدی نمی‌گیرند. همه در آرامش از کارشان لذت می‌برند. به فرهنگ‌های بومی و سنت‌هایشان بسیار افتخار می‌کنند. همه آنها کارهایی برای انجام دادن دارند که دوست دارند. اگرچه شاید خیلی مهم به نظر نرسد. افراد محلی حسی قوی به یویمارو دارند. یویمارو ارتباط بین افراد است. آنها در کارها به یکدیگر کمک می‌کنند. از کار در مزرعه گرفته تا خانه‌سازی یا پروژه‌های شهرداری. دوست ما میاگی که هنگام صرف آخرین شام در شهر همراهمان بود گفت که با کمک دوستانش در حال ساخت خانه‌ای جدید است و از ما دعوت کرد در سفر بعدی در منزل جدید او اقامت کنیم. آنها همیشه مشغول کارند اما فقط به کارهایی میپردازند که برایشان آرامش و همراه داشته باشد. ما پدر بزرگی ندیدیم که روی نیمکت نشسته باشد و هیچ کاری انجام ندهد. آنها مرتب در رفت آمدند. کارهایی که میخوانند، همسایگان را میبینند و گیت بال بازی میکنند. بله، این فصل هم به پایان رسید. دوست دارم بدونید که حمایت و همراهی شما برام بسیار با ارزش هستش. حتما نظرات و پیشنهاداتتون رو برام بنویسید که دلگرمیه برام. اگر هم فکر میکنید مطلبی که براتون تهیه کردم میتونه برای دیگرون هم مفید باشه، لطفاً براشون ارسال کنید تا اونها هم استفاده کنن. تو این روزها حسابی مراقب خودتون باشید. تا قسمت بعدی، بدرود.